سلام، من شهرام شب‌پر هستم. من آزیتا شیرازی هستم. من علی پورتاش هستم. تا حالا شنیدین کسی برگرده بگه اینقدر سخت نگیر بابا، سرطان داری، سو وات، خوب میشی؟ تا حالا شده یکی به شما بگه من مرض قند دارم شما بگی ولش کن؟ اما خیلی از ما بیماری رو که فقط 15 میلیون نفر در آمریکا بهش مبتلا هستن، یعنی بیماری افسردگی رو جدی نمیگیریم. بیش از 54% از مردم هنوز فکر میکنن افسردگی نوعی ضعف نفسه. اما افسردگی یک بیماری جدی و همگانی هست که مثل مرض قند و سرطان میتونه دلیل جسمی و عوارض مختلف داشته باشه، حتی با خطر مرگ همراه باشه. و بهتره اینه که به جایی که بیخیال باشین براش، دنبالشو بگیرید، به اصول و طور صحیح بتونین افسردگی رو برای همیشه از خودتون و خانواده‌تون دور کنین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد راه‌های مختمان و پیشگیری از افسردگی و اضطراب و خدمات موجود با گروه یاران، تلفن 818 464 2864 تماس بگیرید.